در مورد روش اجرای گچ‌بری روی کناف هم باید عرض کنم خدمت شما دوستان که ببینید اول از همه این که حتما باید پنل ام آر باشه 12.5 ام آر و دوم این که حتما اون قسمتی قرار گچ‌بری کار شه، اگر قراره که گچ‌بری سبک مثل اینجا کار باشه که پنل رو ما کمی زخمی می‌کنیم، اگر قراره کار دست انجام میشه مثل اینجا که استاد عزیزمون دارن انجام میدن، به این صورت کناف رو زخمی می‌کنه، کار رو با قالب‌های مخصوص روی کناف و گچ ساخته شده در میارن. ولی کارهای سنگین‌تر که با گچ‌بری‌های ابزارهای پیش ساخته ما انجام میدیم، اونا رو به روش‌های دیگه که حالا با اتصال پیچ‌های مخصوص انجام میشه و ترکیب چسب چوب و گچ پشته نصب میشن و بعد غلطگیری میشن، کار اصلاح میشه و آماده رنگ و نقاشی میشه و کار به هیچ عنوان ترک نمیخوره. اینجا نگاه کنید، بدون کوچکترین ترک و موج این کار انجام میشه. تمام درزها هم قبل از اینکه کار اجرا بشه، یعنی روش تماما تیپ و بتونه میشه اون قسمت که بعداً ترک نخوره.